صحبت‌های فائزه هاشمی که میگه پدرم توسط داخلیات ترور شده، یا صحبت‌های زیبا کلام که میگه موشک‌ها رو بدیم بره شنیدین؟ خانم هاشمی من حرف شما رو کامل میکنم. در واقع گفتید پدرتون ترور شده توی دوره روحانی. اگر قرار برای اتهام زدنه پس ما هم شروع کنیم. اتفاقا ما هم در مورد ترور سردار سلیمانی و فخریزاده توی دوره روحانی همین نظر رو داریم. در مورد شهید رئیسی و ماجرای هواپیمای اوکراینی هم همینطور. در مورد بقیه دانشمندا و فرمانده‌ها که تو دوره پزشکیان شهید شدن هم همینطور. ببینید ماجرا خیلی ساده است. تو کشور یک مطالبه اتفاق افتاده به اسم محاکمه روحانی و ظریف. چرا؟ چون فاش شده سر ماجرای برجام و خیلی چیزای دیگه دروغ گفتن. بحث سر خیانت و توطئه است. از لحظه‌ای که این مطالبه شروع شده فیلم عروسی دختر شمخانی میاد بیرون، ماجرای تجاوز پژمان جمشیدی بولد میشه، الان هم صحبت‌های فائزه هاشمی و زیبا کلام و متحرنیا و غیره قرار در آینده حاشیه‌های جدیدی هم ساخته بشه تا مردم بیشتر گیج بشن. از طرفی هم کسانی مثل زیبا کلام که حامی برجام بودن و امروز ادعا میکنن کنار مردم ایستادن، پس چرا فقط حرفشون اینه که موشکا رو بدیم بره؟ مگه چیزایی که قبلا سر برجام دادیم منافعی برامون تامین کرد که حالا موشکا رو بدیم؟ مگه موشکا تا این لحظه کاری جز دفاع انجام دادن؟ یکی این ور تناوب میکشه یکی اون ور، تا هم روحانی و ظریف محاکمه نشن هم موشکا رو بدیم بره. خانم هاشمی خودتون دارید میگید که پدرتون رئیس جمهور تعیین کرد. کی؟ آقای روحانی رو. بعد میپرسی کی مملکت رو به اینجا رسونده؟ در مورد چند تا از خرابکاری‌های روحانی حرف بزنم؟ مگه دوره روحانی دلار 7 برابر نشد یا ماجرای دلارهای دولتی؟ مگه روحانی دستور نداد ذخیره سکه‌های بانک مرکزی رو بدون محدودیت بفروشن؟ مگه کشور رو با عالم و آدم بدهکار نکرد؟ یا ماجرای حسین فریدون و ابر بدهکاران بانکی و سلطان سکه و قیر و کوفت زهرمار؟ مگه در مورد برجام و اسنپک دروغ نگفتن و امضاش کردن؟ مگه روحانی رابطه با چین و روسیه رو فدای برجام نکرد؟ توافق با چین و روسیه رو سالها عقب انداخت، شهید رئیسی اومد اجرایش کرد. مگه دوره روحانی روس‌ها پیشنهاد سیستم پدافند یکپارچه رو نداده بودن که دولت مخالفت کرد؟ مگه روحانی به مدت 8 سال بودجه دفاعی مملکت رو کم نکرد بعد شروع کرد اختلاف انداختن بین ارتش و سپاه؟ فکر کردید چرا امروز جنگنده نداریم؟ دوره روحانی کرونا اومد و حتی واکسن وارد نکردن. واکسن رو چسبوندن به FATF و رهبری گفت واکسن غربی وارد نشه، نگفت کلا وارد نشه. چطوری بود که رئیسی بدون امضای FATF با واکسن روسی و چینی کرونا رو ریشه‌کن کرد؟ فروردین 98 توی 25 تا استان سیل اومد و به دلیل عدم مدیریت درست سدها کل استان خوزستان رفت زیر آب. دولت روحانی مثل همیشه توی خواب بود تا موقعی که سردار سلیمانی اومد ماجرا رو مدیریت کرد. بعد سر مسئله کمک 8 شعبی به مردم خوزستان علیه سردار توطئه کردن. آبان 98 هم روحانی با ماجرای قیمت بنزین کشور رو به هم ریخت و شورش شد. دی 98 هم سردار سلیمانی ترور شد. پدر شما هم توی دوره روحانی فوت کرد. آیا پدرتون از حلقه وفاداران رهبری بود؟ هر خرابکاری که توی این مملکت بوده یه رد پای از اصلاحات توش بوده. ماجرای افشای فساد خاندان هاشمی هم خود اصلاح طلبا را انداختن، ولی بعدش اصولگراها بودن که از پدر دفاع کردن. اصلاح طلبا بودن که پدرتو ترور شخصیتی می‌کردن تا رأی بیارن. برای تامین منافعشون از هر کسی استفاده می‌کردن و به هر کسی حمله می‌کردن. اگه واقعا فکر می‌کنی پدر ترور شده و دنبال قاتلشی، برو از حسن روحانی و خاتمی بپرس. ببینی وسط مرگ پدرت به نفع کی بوده؟ شاید پدر با آدمای ناجوری هم پیاله شده بود. به هر حال همه این حرفای من هم فرضیه‌های غیر قابل اثباته. حالا هر چقدر هم بخواید تکه‌های پازل رو کنار هم بذارید.